دوستان، من بنده یک سرا براتون میخونم. یادآوری های مندرج در این استاندارد برای روشنگری در مورد متن جهت راهنمایی ذکر شدند و الزاماتی را در بر ندارند و لذا جزء جدایی ناپذیر از این استاندارد به شمار نمی آیند. یعنی اینکه جهت راهنمایی این متن سری مثالایی اومده، اینها الزام نبوده و بخشی از استاندارد نیستن. منظورش همین. بنده 1/4 من براتون میخونم. این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه ها در ایجاد سیستم مدیریت برای کیفیت و همچنین برای فعالیت های اداری و فنی آنهاست. مشتریان آزمایشگاه ها، مراجع قانونی و مراجع تایید صلاحیت نیز می توانند از این استاندارد برای تایید یا شناسایی صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده نمایند. این استاندارد به عنوان مبنایی برای گواهی کردن آزمایشگاه ها در نظر گرفته شده است. مشتریان و مراجع قانونی میتونن از این استاندارد جهت تایید یا شناسایی صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده کنن که یکی از مزیت های این استاندارده. بنده 1.5 انطباق با مقررات قانونی و ایمنی در اداره آزمایشگاه ها مشمول این استاندارد نیست. یه چیز مشخصه که باید این وجود داشته باشه. بنده 1.6 میگه اگر آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون الزامات این استاندارد را برآورده کنند، سیستم های کیفیتی را برای فعالیت های آزمون و کالیبراسیون خود به کار میگیرند که در صورتی که به طراحی یا ابداع روش‌های جدیدی بپردازند یا برنامه‌هایی برای آزمون تنظیم نمایند که ترکیبی از روش‌های استاندارد و روش‌های استاندارد نشده برای آزمون و کالیبراسیون باشه، الزامات استاندارد ایران ایزو 9001 را برآورده می‌کنه. همونطور که قبلا براتون بیان کردم، اصلا فصل 4 این استاندارد مطابقت داره با ایزو 9001 تو بخش کیفی. اگه کسی این استاندارد را پیاده سازی کنه، بخش کیفی هم اومده به استاندارد ایزو 9001 پیاده کرده.